سلام با آموزش جبر سورپرایز با من همراه باشین. واسه این کار ما به مقوای فابریانو احتیاج داریم. فابریانو یه سمتش چکشیه که ما بیرون کار استفاده میکنیم و سمت داخلش صافه. به این صورت که میبینید به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. برای اینکه توی فیلم دیده بشه من اندازه رو 10 گرفتم، اما شما میتونید بیشتر بگیرید. خب اینجا ببینید من با پشت کاتر خط میندازم که بتونم تا بکنم. به این صورت که می‌بینین دستمو وسط خطکش قرار میدم که از روی خطا تکون نخوره و با پشت کاتر خط میندازم که تا بشن. بعد از روی خط تا میکنیم. حالا واسه گوشه‌های کناری ما به قلب احتیاج داریم. واسه این کار الگو میکشیم. الگومون 10x10 که اندازه خود اون گوشه باشه. بعد روی خود کارمون نصفه قلب رو میکشیم که وقتی باز کردیم یه قلب درسته باشه. به این صورت که میبینید. بعد برش میزنیم. وقتی باز کردیم قلب میشه. اینم واسه الگوی قلب که اگه نتونستید خودتون اینجوری بکشید. به این صورت. حالا روی کار میذاریم. قشنگ قرینه بذارین چون اگه قرینه نباشه تا نمیشه و داخل کار نمیره. کارتون قشنگ نمیشه. به این صورت که میبینید میذاریم رو 4 طرفش و هر 4 طرف رو میکشیم. حالا قلب ها رو قیچی میکنیم. به این صورت که میبینید من قیچی میکنم، شما هم به همین صورت قیچی کنید و خیلی وقت بذارید واسه این قسمت که لبه های کارتون نامنظم نشه. هر 4 طرف کار رو برش میزنیم. خب این لبه های کارتون هم میتونین با هر چیزی که خواستین مثل قیچی های طرحدار اینا طرح بندازین. حالا مقوا رو برمیگردونیم و از وسط قلب ها خط میندازیم با پشت کاتر که تا بشه و داخل کار بره. فقط اون قسمت قلب رو خط میندازیم، وسط کار رو خط نندازیم. هر 4 طرف و همین کار رو انجام میدیم. و به این صورت که میبینید فقط وسط قلب ها رو خط بندازیم. برمیگردونیم کار رو به داخل تا میکنیم. اینجاها رو خیلی آهسته و آروم انجام بدید که کارتون خراب نشه. خب اینم از سورپرایزمون.